دوستان عزیز قرار داریم در شهر استراوشن بوستانی در باغ اکای عثمان ارای مردک اکای عثمان باشد و حاضر ما انگوروی کشمش محلی رو میبینیم و ها در اینترنت تماشا کردیم چه خیلی ایرانیام نشون میدن که اکای عثمان کردها نشون میدن اکای عثمان کردگی و کاری کرد هیچ این اکای عثمان رو ببینید کارش اکای عثمان کنی قایچی گرفته برید کنی خوشوها درونی و بمونیم ظرف با درون قطبه بعد درباره انگور پروریتون خطی حاجبو گپ میزنیم کنی اوه کنی اکبر دارید ما یک تماشا کنم اینا ببینید این زمین با خوب زمین با نمیپوسد اکا وای ببینید زمین با نمیپوسد نمیپوسد ها یوز کنده میگیریم ده خدا خواه کنده شما در زمین خوب میام خیر من خیلی خوب میاد گور میتونی آفرین به شما کنی یک بریده گیرید کنی بچه جان یک کی اکی عثمان بریده گیرید کنی ها نشان داده نشان تید ماما نشان تید همین دومچشه میگه بالا بکره میکنید که گرفتن به وای نشود مقصد همین دست انگور به کم رسد دست کم رسد مویز شروع میشه این کدام نو جایداری سیاهی بدونه که و قدیمی خودمون محلی خودمون یک تو که شما تو چند کیلومتر هیچ چی نکردید همین سال خاصرناکه بسیار تو همین ده 12 کم 12 ده 12 یشی این چند کیلو 50 کیلومتر 60 80 کیلومتر 80 کیلو کنی ما با نشان داده برید این طرف گرفته نشان تید او انا وایشم برید که ورد تا میشد انا انا بردارید هم دورن عزیز بهترین انگوری محلی کشمش خودمون دیدید اینا میخورید که قند شدگی ها شکر شده اصل گشتگی انا هم دورن عزیز دیدید اینا ببینید او باید ببینید این خدار اوه بردارید ده کنی یک خدا با شما برکت یاده که چی نده همونه انا که حاجبو برای فرضی پرورش انگورتون اول تا آخر بیاد همین انگوره که ما اولی بخور میکشویم همینه زمستون آب داده آب تو همینجا میتیم تو من همینجا آب دادیم تو کجا حاضر بسیاری طرفای جنوب میگن که این شما زمین چخیر میگید نمیتوسد موضوع گفتاده نمیتوسد من همینجا تا بالا تا همین آب تا همین خیلی بالا این خشکی نامناکیش نیستیم با نامناکی پویان با نامناکی پویان برای همون هم اونجا نمیتوسد انگورش نمیتوسد جای خشک بیسوس بود چند مرتبه آب میتید بخور به یک دو بار تو زمستون یک دو مرتبه سه مرتبه آب میتیم دی تابستان چی تابستان با یک دو بار آب میتیم دو بار آب میتیم همگی یک سال به 6 مرتبه چند مرتبه 5 بار 6 بار آب میتیم دی اینا چخل اینا نگاه کن بود نگاه کن میتیم بود اینا هر سال میگرونید میزنیم با همه سال گور میکنیم چخل میگرونید بگید من با من حاضر من اول سر کنه اینا خلوخای میکنی کلوخان هم جمع میکنید سونی میبینم تو جمع کردم خلوختی میپیچونی انگور جمع میکنید انگور جمع کنید نه بریده اولی اینا بعد از جمع کنی شدن توپ کرده سونی این و خلوختی میپیچونیمو برگوش کتی سونی از که بالا خوک پوش و خوکش ما درون همین نه من اینجا که شد اینجا خالی میشد خوک خودش کی گیریم با بهار خوکش جوش با میگردن جوش میگیریم خوندوش میکوبیم سونی و توک میبریم همین کارو سونی ابرباد میکنیم کاری دورو مقابل کسالی دیجیلزنی و دیگر چند مرتبه میزنید خدا این بعد از کلوخ کشن اینجا به سونی اینجا با دوروی و گونگ و پونگ میزنیم اینجا گونگ این یعنی که پرو اینجا با میکنیم که اینا اندکی سوم جوش خالی میشد خالی همین جوی هم با گونگ میزنیم اما فوس میزنیم پرو میپرتویم ولو برگشت دوروی مقابل جیلزنی چی مقابل و مثال اول دوروهای فولیکور میزنیم فولیکور میزنیم سونی نوریل میزنیم دورو نوریل همین میزنیم آفرین به شما همدوران عزیز منم با درباره انگور پروری بالای زمین من ببینید انگورشون بالای زمین خوب انگور نمیتوبد انگور همه در تگی برگ ببینید تگی برگ ببینید سیپسیو همه انگور با پوسیدگی نه اینا ببینید زمین خشک کنده و بالای زمین خوب ببینید اوه ببینید خدا برکت از شما با حاجی بابا یک جان تشکر شما با برای من یک دادن اینترویو دیگر رحمت شما بکه سلام باشید خب رحمت بید دوشنبه با عبد مکرم رحمت حتما بید خب یک جان تشکر شما با